پسرم داری چیکار میکنی؟ من هیچ یوتیوب میبینم. آها خب باشه از نمیخوام با ویدیو بده ببینم گوشی تو. این یوتیوب یا پو؟ شاید تا حالا براتون پیش اومده باشه که دارید توی یوتیوبتون میچرخید که یهو با این یه سری ویدیو آشنا میشید. یوتیوب اینجوریه که این ویدیو بدون هیچ مشکلیه، تامنیلش هم که عالیه، بذاریدش. قربان علی این ویدیو توی ویدیوش داره نشون میده. بلاک بزن استرایک. همین چنل پاک اصلا نباید تو آخر عمرش توی یوتیوب فعالیت کنه. خب چنل اولمون ازشون من یه ویدیو درست کردم. با این حال به نظرم توی یه ویدیو خلاصه نمیشه کارایی. 100 تا پارت به نظرم کافی. آقای آی پایدار یه سری ویدیوشو بزن نشونتون بدم. زبون درازترین دختر دنیا. نگاه حاجی باورم نمیشه حاجی. یا ابل بزله. وا این چرا اینجوریه داداش؟ اون چرا داره؟ She can use her tongue looks like a بزنم به قول یوسف منو بهم میکنه. میدونی دو تا دوست دختر همزمان، دخترای روس عاشق پسرای ایرانی هست. آلیزا فیلم رفتیم جزیره لوتیای تایلند. دختره میگه بریم با هم بخوابیم. مخ دوست دختر رفیقمو زدم. باجی این طرف دیگه فکرم رد داده ها. وطنی آوردم برای جدی. این طرف چرا اینجوریه؟ خدا تو رو برای همین کار آفریده. به نظر من خدا می‌خواسته ببینه که من به عنوان یه انسان خب چقدر میتونم. آخ اگه اونجا بودی مادر. بذار یه سری ویدیوهاشو با هم دیگه بریم ببینیم تا چقدر میتونه بد بشه. وایس داش پسرمو چی شد؟ دیگه 5 تا 6 تا پسریم 3 4 تا هم دختر حاجی. همه میخوام همون ویدیو ببینم. حاجی فکر کنم به آخر یوتیوب فارسی رسیدم. اینجا دیگه تهشه، یعنی بیشتر از این نمیشه رفت پایین. الان خب من نمیتونم بذارم توی چجوری یوتیوب با اینا کاری نداره. مخ دختر چینی زدم. بچه سال اسپایدرمنو زده بودید توش. اسپایدرمنو حاجی خیلی حال میده. دوباره بس دیگه. امیدوار باشیم که یوتیوب استراک نزنه. امیدوار. یه لحظه وایسین. اینی که الان دارید میبینید یه دونه نموداره. نمودار چیه؟ نمودار افراد لژنده. دیگه خود دانید. سابسکرایب کنید. جوین چنل تلگراممون هم بدید. لینکش توی توضیحاته. بریم ادامه این ویدیو. میخوام تلافی بکنم. سلام، اسم نترکه و به چنل این آقا سبزه خیلی خوش اومدید. آقا علی سبزه به ما گفتش که من قراره یکی از چندشترین و احمق‌ترین آدم‌های دنیا ازشون ویدیو بسازم. 100% افرادی که ما اینجا نشون میدیم اولین کسایی که این کارا رو میکنن نیستن، ولی میتونن آخریاش باشن. و خدا رو شکر کنید اینجا چنل من نیست، چون اگر چنل من بود و راجع به این آدما داشتیم حرف می‌زدیم حرفای خوبی نمیشتیم. چنلی که برای بررسی به ما داده شده که عکسش رو تصویر میاد. علی بذار عکسش رو لطفاً، به خاطر اینکه اسمش رو یادم رفت. یه آقای اینستاگرامریه که حتما یه بار شده ببینیدش توی سالهای کرونا و اینا. قبل از اینکه به این چندشی که دیدید برسیم، بذارید یه سری چیزای دیگه رو بهتون بگم. چنل این آدم کلا بیسش گونه فارسی میشه زایی و کلا این جور آدما رو میاد و جذب میکنه و ازشون ویو میگیره. تامنیلاش مشخصه دیگه این حتی دخترم نیست، این پسره. ولی خب دیگه حالا سمترین دخترای تیک تاک. تو تیک تاک چه خبره؟ چالش تغییر دخترای ایرانی ها، گوه دخترای ایرانی هم میخوره اینا. کلاس فرند این اینستاگرام یا اونلی فنز. آمازده نکشیم ما این ویدیو. اینا واقعا 1090 ان. حاجی خلاصه همچین چرت و پرتیه که کلا زنا رو سکشوالایز میکنه و یه حالت محتوای سکسی تحویل مردم میده که بره دیگه ویو رو در بیاره. حالا براش مهم نیست طرف ببینه مثلا چه تاثیر روی جامعه داره با اینا، اصلا براش مهم نیست. نگاه کنید نمیره داخل یک اصلا. Komm, ich helfe dir. کم. واو. مرسی. Gerne. بعضیا میان تشویقش میکنن و واکنش این آدم ببینید چیه. داشت تو چند تا دوست دختر داری؟ نمیدونم زیادن حاجی. آره حاجی احمد بعد آدم دختربازی کنه دیگه چبونه و این حرف. خودتو بکش، واقعا خودتو بکش داداش. کارت عالیه که فیلم اوور میسازی، درخواستو برسه به 1 میلیون میری برای رقابت با عمودانی. حاجی دیوونه ای تو پسر، به قرآن چقدر تو خنده‌دار و باحالی. عزیزم بیا داخل، خجالت نکش. کوی گروه کوچوله وای گفتی گروه کوچولی خوشگل داری. کجایی تو؟ طوله هدف این ویدیو که مشخصه، یعنی این دوتا الان قراره بعدش هم ولی چرا گربه؟ یعنی چی من گربه دارم و الان من اون گربه هم؟ یعنی تو دوست داری گربه یعنی
داداش حداقل به برمارم. چرا ولم نمی کنی؟ شما همگی با این کانال آشنا هستید. کسی نیست جز کیودیپای. آقای کیودیپای گل از محتوا سازهای خیلی خوب یوتیوب فارسی. سعی کن مثلا این تامنیل نمیتونم بذارم بچه‌ها، اصلا نمیتونم. آجی چجوری یوتیوب اینا رو پاک میکنه؟ آقا من احساس میکنم دیگه ویدیوهاش داره از سطح شوخی دیگه میزنه بیرون. کانال قبلی خودشون کسایی که این کاره بودن رو میآوردن، ایشون دیگه براش مهم نیست کسی این کار است یا نه، توی تامنیل لختش میکنه رسما. من از الان باختم. وقتی دیگه چیزی از سایت گیرت نمیاد میای ویدیو کیودیپای رو میبینی. من که دارم رو خود کیان حاجی چرا همه ویوراش یوتیوب فارسی بمباران کنه. قبلا فیمس حاجی بود که یکم مثلا محتوای اینطوری میساخت، الان فیمس خوب شده بقیه زدن توی این کار. بس کنید آخه تا یه حدی. من نمیدونم چرا یوتیوبرای فارسی نمیان بگیرن روی این. اینا نباشی منو پروموت کن، من خودم میام اینا رو میگیرم روشون، پولم نمیخوام. مرسی.